چون شیطان این رو میدونه که وقتی امام زمان تشریف بیاره فلسفه وجودیش تمام میشه، او ذبح میشه و از بین میره. لذا هرچی تو چندش هست قبل از ظهور میرسه بیرون که بلکه بتونه ظهور رو عقب بندازه، بلکه بتونه یار برای امام زمان کمتر فراهم بشه. شیطان الان با شیطان 100 سال پیش، 1000 سال پیش، 2000 سال پیش زمین تا آسمون فرق میکنه. تجربه پیدا کرده، آگاهیاش زیاد شده. در آخرالزمان تمام تجربه و علمش رو جمع میکنه برای زدن زمین انسان ها. خب ببینید دیگه خیلی نقشه هاش پیچیده تر میشه. لشکر داره، جنود داره. تو روایات داره اگر یکی از لشکریانش کوتاهی بکنن گردن میزنه اونا رو. یکی از فرماندهان لشکرش شوخی نداره با کسی، با تمام قوا به جان مؤمنین به خصوص در آخرالزمان افتاده. اینقدر الان نقشه هاشون پیچیده تر شده، برای همینی که بر علم و آگاهیشون افزوده شده. سنگین ترین و پیچیده ترین نقشه ها رو به کار میبرن در آخرالزمان. یه همچین موجودی به جان ما افتاده. اینکه شما میبینید که واقعا گاهی موقع آدم شیاطین رو، چه شیطان انس، انسان‌های شیطان صفت، چه همون شیاطین جن